این مرد پیر میخواد که زندگی خود به پایان بیاره و تعداد زیادی از انسانهای دنیا را هم قد خود ببره. این گفتار رئیس جمهور سابق روسیه درباره جو بایدن، هنوز رئیس جمهور امریکاست. دوستای عزیز، وضعیت بسیار خراب است. در رسانه‌های آمریکا گفتند که سیاستمدارای آمریکایی درباره از این گپ زدند که سلاح‌های هسته‌ای برای اوکراین بتن. البته کاخ سفید این گپ رد کرده، اما ما از سابقا میفهمیم که این گپا قد گفتن و رد کردن شروع میشه و پسانش تایید و قانون جور میشه. بر کل افغانای ما که هنوزم باور نمیکنن که در اروپا و غرب بتونه یک جنگ کلان شروع شود. دوستای عزیز، شاید شما حق بگین اما شاید هم حق نگین. به هر حال باید که کل ما آمادگی داشته باشیم که اگر خدای نکرده اوت یک گپ شد، ما بتونیم جان خود و دوستا و فامیلای خود و مال خود حفظ بکنیم. ما در ویدیوهای آینده گپای متخصصین درباره از این گپ نشر میکنم ان شاء الله، یعنی که چه رقم میتونین جان خود و فامیل خود حفظ کنین.